بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، در صحبت‌های گذشته آیه هجرت و درس‌های از آن ذکر نموده بودیم و امروز انشاءالله بعضی از آن عبرت‌ها و درس‌ها بعد اینکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند و قدر امکان انشاءالله بیان میکنیم. روز 12 ربیع الاول بود به قول 9 ربیع الاول. عیناً سالی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تولد شدند و اون اختلافی که آیه تولدشون هست، آیه هجرت هم همین هست. 14 بعثت، یعنی سال 14 پیغمبری بود که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه و قبا رسیدند که الان قبا جزء شهر مدینه هست که این موافق بعضی از حساب مورخ‌ها به 23 سپتامبر سال 622 میلاد حضرت عیسی علیه السلام راست میگیرد، یعنی به سال میلادی 622 بود. و در مسجد قبا، در دهه قبا که اصل کلمه قبا این نام یک چاهی بود که در آن دهه بود، سپس حتی دهه به نام آن چاه نامگذاری کرده شد. در آنجا 14 روز ایستادند و در آنجا مسجد قبا را بنیاد کردند که الله تعالی در این باره در قرآن کریم در سوره توبه گفت که لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. اون مسجدی که در اساس تقوا از اولین روز بنیاد یافت، سزاوارتر است که در آن عبادت کنی، مراد مسجد قبا هست. در اینجا الله تعالی از اولین روز گفت. بنابراین بعضی صحابه ها از همین آیت تاریخ را استنباط کرده، تاریخ هجری را از اول روز هجرت به حساب گرفتند. خب وقتی که 14 روز در قبا ایستادند، سپس خبر فرستادند به اهل مدینه که وارد مدینه میشوند. و وقتی که به مدینه نزدیک شدند، تمام اهل مدینه به پیشواز جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برآمده بودند با یک شکوه خاص که در قبا اینگونه دیده نمیشد، چون که در قبا ناخواست پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند در وقت ضحی، کسی خبر نداشت. حتی یک یهودی که در بالای درخت خرمایش کار میکرد، ناگاه دید که 4 نفر مردمی بیگانه به سوی مدینه آمده ایستاده است. گفت که مسلمان ها بابایتان آمده ایستاده است، چون که هر روز مردم مدینه برای پیشوازی هم میبر آمدن تا گرم شدن آفتاب و بر میگشتن. و اما از قبا به مدینه که 5 کیلومتر هست، الکی میدونستن که روزهای نزدیک پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه می آیند. تمام اهل مدینه، حتی یهودان اهل مدینه به پیشواز برآمدند تا اینکه ببینند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه شخص هستند. و هر یک اهل مدینه و قبیله های آن میخواست که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه های آنها مهمان شوند، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم عین حال مهاجر است، نه در مدینه خانه دارند و جای دارند. بنابراین هر یکی آنها میخواستند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مهمان آنها باشد. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوها فانها مأموره، بگذارید شتر را، او وظیفه دار است، او امر شده است، یعنی او الهام از جانب الله به او داده شده است که جای را او اختیار میکند. یعنی هر جایی که شتر رفتنیش است، آنجا هم مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشد و هم در پهلویش خانه های پیامبر صلی الله علیه وسلم میشد. دعوها یعنی نقطه شتر یا لجام شتر را مانید، گذارید، چون که هر یک آدم آمده میگفت که یا رسول الله به خانه ما، به منزل ما بیایید، مهمان ما شوید. گفته هر کس میخواست که پیامبر صلی الله علیه وسلم مهمانی او شود، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم که گذارید شتر را به حال خودش، چون که او از جانب الله تعالی امر شده است.
بعد وقتی که آمده در مکانی که امروز منبر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده به مکان منبر نشست شطور و آنجا در روبروی خانه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه بود. بنابراین در حال ابو ایوب آمده از نقطه شطور جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت و گفت که یا رسول الله این منزلی اقرب المنازل، خانه من نزدیکترین خانه ها به این جایی که شطور شما انتخاب کرد، بنابراین اگر اجازت باشد شما را به خانه هم برم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم نعم گفتن، آره گفتن. و وقتی که شطورشان را ابو ایوب انصاری برد، یا مرد دیگر آمد و یا رسول الله انزل علی، به خانه من مهمان شوید گفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الرجل مع رحله، مرد همراهی شطورش است، در بالای شطور بار و هر زاد او هست، چیزایی که حاجت به آن دارد با آن سفر کرده از زاد مسافر، اون را رحل میگن، همراهی شطور همش را، که مرد همراهی رحلش است، یعنی هر کجایی که شطوری من در آمد من همونجا مهمان هستم. خلاصه خانه ابو ایوب را قبول کردند و ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خانه‌اش از دو طبق عبارت بود، از دو آشیانه. اگرچه اون دو آشیانه ها مثل امروزه نیست، ساده هست، مثلا کسی در بالا راه گردد آوازش شنیده میشد، آوازش هم می آید، فقط یک چوبی بود. به هر حال دو آشیانه بود و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به آشیانه دوم و بالا تکلیف کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند از سفل و ارفقو، این آشیانه پایان برای ما مناسب تر است. سن و سالشون هم 53 ساله بودند و همچنین گفتند من مهمانای زیاد دارم، مردم به زیارتی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به سوال و هر حاجتش می آید، میخواستند مردم را یعنی تشویش ندهند و این گفتن برای ما مناسب تر است. بعد حضرت ابو ایوب و همسرش به بالا برآمدند و بعد از اینکه شبانه کمتر راه گشتند خجالت کشیدند، گفتند ما در بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه راه میگردیم؟ گفتند در اطراف خانه اگر ضرورت پیدا شود آهسته راه میگشتند، در اطراف خانه و مابین نمی آمدند که آواز چوب ها بلند میشد تا اینکه اذیت ندهند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را. و باید آبی هم ریزانیدند ناخواست و با لباس هاشون آن آب را از بالای تخته خشک کردند که با نشود که به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برویشان از این آبها چکد. یعنی خانه ها همین گونه بود. بنابراین اون شب خواب نکردند. ابو ایوب انصاری و همسرشان دو کس خواب نکردند. آگاهی آمده یا رسول الله، یعنی که ما شما را اذیت دادیم، شما خوب میشد که به بالا گذارید ما در پایان زندگی کنیم، چون که ما این شب خواب نکردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آخر اینجا برای ما خوبتر است. گفتند که یا رسول الله من در آن خانه‌ای که در زیرش شما هستید به بالای شما نمیبرایم، یعنی جرأت نکردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به آشیانه دوم برآمدند و اقامت پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری 1 ماه بود بنابر قول صحیح، یعنی اختلاف ها وجود دارد. و ابو ایوب انصاری 10 سال در مدینه همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم همسایه بودند، زندگی کردند. بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، بعد 10 سال 2 سال حضرت ابوبکر راهبری اولی مسلمان ها بودند، خلیفه جانشین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و بعد این کس 10 سال و 6 ماه حضرت عمر خلیفه مسلمان ها شدند، جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم، امیری تمام مؤمن های دنیا بودند. و در زمان عمر اسلام به دیار ما رسیده آمد و بعد حضرت عمر 12 سال حضرت عثمان داماد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمرانی کردند و در زمان عثمان به تمام مشرق و مغرب اسلام عزیز پهن شده بود. تمام گوشه و کنار دنیا از مسلمان خالی نبود، دین اسلام رسیده رفته بود
آیین اسلام علیه مردم شنیده بودند. خلاصه این بود درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری یک ماه مهمان شدند. برای چی آنجا مهمان شدند؟ برای که خانه نداشتند. جایی که شتر آمده نشست اونجا هم مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، هم در پهلویش برای همسرانشان حجره ساختند، خانه ساختند.